راننده تاکسی مهاجر را در مسکو به دار آویختند. ولایت سوغد آتشدانها در منزل‌های استقامتی. نارسایی نان در ترکمنستان. سلام علیکم تاکسی راسیا. در مسکو راننده تاکسی مهاجر مهنتی از آسیای میانه بی‌رحمانه کشته شد. روز 27 نوامبر در فیسبوک ویدیونواری قتل راننده تاکسی یاندکس را نشر کردند. کشتار در شاهراه ورشاوسکی ولایت مسکو رخ داده است. طبق گفته نواربرداران راننده تاکسی دو مشتری ساکنان جوان محلی را به منزل می‌برد که در نتیجه آخرین راننده را لطوکوب کرده سپس به درخت آویختند. طبق معلومات پیشکی کشته شده شهروند قرقیزستان بوده است. یادرس میکنیم که در روسیه مهاجران مهنتی از آسیای میانه اکثر وقت قربانی جنایت‌های خشونت‌آمیز ساکنان محلی می‌گردند که با آنها همچون نوعی آدمانی از حقوق محروم شده مناسبت می‌کنند. این جنایت‌ها از بی‌اعتنایی پررأی هم مقامات حفظ حقوق روسیه و هم مقامات کشورهای آسیای میانه عملی می‌گردد. Что наша страна остается полностью приверженной всем своим международным ساکنان بناهای بسیار آشیانه در شهرهای ولایت سوغد تاجیکستان مستقیما در منزل‌های خود به نصب کردن آتشدان‌های آهنی شروع کردند. بنابر اطلاع نستایش وريميا ساکنان مجبورند به چنین کار دست زنند، زیرا هر روز انتقال قوه برق محدود کرده می شود. امسال آنها دوباره به خاموش کردن برق شروع کردند. محدودیت از ساعت 8 صبح آغاز شده تا 5 شام دوام می کند. شکایت میکند ساکن شهر چاروک دران مهیا جورایوا. در اینجا در سردی بیگرم کنک زندگی کردن غیر امکان است. من مجبور شدم که آتشدان نصب کنم وگرنه میترسم که کودکان بیمار میشوند. جورایوا یگانه ساکنی نیست که مجبور شده است در منزلش آتشدان نصب کند. با فرارسی زمستان هوا خنک شده دودهای آتشدان قریب از تیره‌های هر یک خانه استقامتی کهنه بیرون میشوند. ساکنان منزل استقامتی برای تصفانیدن آتشدان در محله‌های نزدیک هیزم جمع می‌کنند و آن را مستقیما در منزل‌ها یا جایهای خالی درآمدگاه و زینه‌پایه‌ها نگاه می‌دارند. آتشدان‌ها خطرناکند و می‌توانند باعث سوختار شوند، اما تاجیکان دیگر چاره‌ای ندارند. در این درآمدگاه 5 یا 6 عائله آتشدان استفاده می‌برند. همسایه از بالا هم دارد، میگوید مهیا جورایوا. حتی اگر گرد و اطراف با دود پر شود هم کسی شکایت نمی کند. زیرا 80% ساکنان شهرک ما برای گرم کردن منزل از آتشدانها استفاده می برند. یادرس میکنیم که نخستین پیام ها درباره قطع برق روزانه در شبکه‌های اجتماعی در اول ماه پیدا شده بودند. استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی تاجیک ناراضگی و خشم خود را اظهار داشتند. پس از این راهبر هلدینگ انرژی ناظر جان یادگاری درباره وضع به روزنامه‌نگاران اظهار نظر کرد. همزمان او سبب‌های مختلف قطع برق را به رسانه‌های مختلف نامبر کرد. یادگاری در صحبت با سپوتنیک تاجیکستان گفت که نارسایی نیروی برق در بعضی مناطق کشور به محدودیت ربط ندارد، بلکه به تعمیر نیروگاه نارک وابسته است. در حالی که رادیو آزادی با اشاره به سخنان خودی او گزارش داد که در چارچوب آمادگی به موسم زمستان در تجهیزات بزرگ انرژی، خطهای انتقال برق و زیرستگاه‌ها کارهای پروفیلاکتیکی و تعمیری گذرانیده می‌شوند که یک هفته دیگر ادامه خواهند یافت. وضعیتی با آذوقه تامین کردن اهالی در ترکمنستان بدتر شده است. خبر می‌دهند خبرنگاران کرونیک ترکمنستان در شهر یالاتینی ولایت مری در مغازه‌های دولتی هر روز به یک عائله 2 نان فروخته می‌شود. عائله‌ها وابسته به مکان زیستشان به مغازه‌های معین تعیین کرده می‌شوند. برای خریدن نان مردم صرف نظر از سردی‌های هوا از ساعت 4 صبح در نزد دکان‌ها صف می‌کشند. نارسایی نان حتی در پایتخت نیز به نظر می رسد. در اینجا نان هر روز 3 مرتبه به دکان‌ها آورده می شود، اما با مقداری کم
аз ин рӯ ба ҳама намерасад. Нашрия менависад, ки мардум нез хеле пеш аз кушода шудани мағозаҳо навбат мегиранд. дар шаҳрҳои хурди вилояти Марӣ нархи давлатии нон, ки 0,5 манат аст, аксар вақт аз нархи давлатӣ гарон фурӯхта мешавад. дар айни замон ба як нафар на бештар аз 2 нон фурӯхта мешавад. طبق گزارش‌های تصدیق نشده از 27 نوامبر معیار نان به یک دانه کاهش داده می شود. می نویسد سامانه ترکمن نیوز. طبق اطلاع ترکمن نیوز شدتناکی در جامعه افزایش می یابد. بعضی ها کوشش می کنند که از نبودن نان به حاکمیت شکایت کنند. اما بنا به اطلاع منبع‌های ترکمن نیوز نام چنین اشخاص برای خطهای مخصوص داخل کرده شده نان به آنها از همه آخرین دسترس می شود. در اشخاباد نیز کمبودی نان به نظر می رسد. ساکنان ناحیه های خردی 10، 11 و 30 شهر از صفت پستی نان شکایت می کنند. اگر شما آن را فوراً نخورید پس روزی دیگر آن ترش می شود. از این سبب مردم نانی نیمخورده را در یخدان نگاه می دارند. یادرس میکنیم که نارسایی محصولات اساسی خوراکواری در ترکمنستان هنوز سال 2017 احساس شده بود. برای برآمدن از وضع، مقامات هنگام پهن کردن مال در مغازه‌های دولتی از محدود کردن حجم مال‌های به یک شخص فروختن آرد و فروش آرد به طور قطعی طبق شناسنامه‌ها چاره‌های گوناگونی محدود کننده اندیشیدند. اما در نتیجه همه این تدبیرها هیچ نتیجه‌ای نداد. نارسایی حالا هم ادامه دارد و وضعیت تا رفت بدتر شده ایستاده است. همزمان رژیم بردمحمدov برای نگاه داشتن سیمای خود مبلغ‌های زیادی را به چاره‌بینی‌های گوناگونی دلخوشی صرف کردن را ادامه می‌دهد. ضمناً با قبول قرارها و قانون‌های نوی بی‌معنی زندگی به این هم وزنین مردم را بدتر می‌سازد. مثلا روزهای گذشته ترکمن نیوز گزارش داده بود که از روز 24 نوامبر این جانب نقلیات‌های رنگش سفید با جزءهای سیاه از جانب پلیس راه اشخاباد معاینه تکنیکی را گذاشته نمی‌توانند. طبق اطلاع نشریه صاحبان چنین نقلیات‌ها را مجبور می‌کنند که پنجره‌های رادیاتور، بامپرها و دیگر قسم‌ها را به رنگ سفید رنگ نمایند و از گذاشتن علامت در انجام با موفقیت سنجش سرکشی میکنند. حتی اگر آن قسم از جانب استحصال کننده نصب کرده شده باشد هم و از جهت تکنیکی دوباره رنگ کردن غیر امکان باشد هم. خبر داده شده است که چنین فرمان از جانب پرزیدنت قربانگولی بردیمحمدov داده شده است که وزیر کارهای داخلی محمدخان چکیف را برای اجرای این فرمان مسئول کرده است. yerine getirmek için vatan